نفر بعد نیلوفر شما، فرشته شما، نفر بعدی مریم، بعدی نفر بعدی جایی که درد نمیکنه. وایسا. ببینیم بچه‌ها، یکی از دلایلی که فرشته نتونست پرستش رو خوب انجام بده به خاطر کفشاش بود. من بارها به شما گفتم یکی از نکات ورزش کفش کتونیه که متاسفانه میبینم بعضیاتون نپوشیدین و بعضیاتون هم خب پوشیدین. خب بهاره، حالا شما، نفر بعدی، نفر بعد دیگه. چرا گیر کردی؟ گیر نکردم، تازه این همه را دیدم. باشه حرف بده، مدرسم دیر شده. مدرسه؟ زنگ خورده بود، تو باید یکم زودتر بیایی. تا ترجیح شدم زود اومدم. زهرا به مامان که چیزی نگفتی؟ نمیگم دیگه. کفش خیلی کثیف شده، معلوم نمیافته پوشمش. باز داری بهونه میاری یا؟ نه به خدا کفش خیلی کثیف شده. خب میشویمش. کار دارم. بیا دیگه. نمیتونم بیام.
زود تمام میشه. مادر مریضه. برو بابا. ستمک دخترم امروز همه کارای خونم علی هم کمکش کرد. هم نون خریدم هم سبزی. منم هم جارو کشیدم هم سیب زمینی ها رو پیش کردم هم سبزی ها رو پاک کردم. آفرین دختر. انشالله اضافه کارمی که گرفتم برای هر دوتاشون یه چیز خوب میخریم. موجب بروز مشکلاتی از قبیل کمردرد خانم شما و سردرد 3 سال که ماشاءالله میخواستید استراحت کردید وضعیتون خوب شده. قراره ادامه بدید. تکون نخورید. این پله ها را زیاد پای بالا نرید. در عرض 3 سال هم استراحت بکنید خوب میشید انشالله. توکل کن. انشالله. شده من میترسم برم دریاد. از آقای هدایتی حتما صدای ما رو شنیدن و بندگی خودشان آرزو میکنم واقعا برنامه رادیویی بیشتر اختصاص پیدا بکنه به شهرستان ها و ما بتونیم همکاران خوب گزارشگر خودمون رو در سطح شهرهای مختلف ایران ببینیم.